یک تعداد مردم ما که بعضیشان قیام برای غیر الله میکنن، بعضیشان رکوع را به غیر الله میکنن، بعضیشان سجده را به غیر الله میکنن. پس چطور شده میتونه که خدا بنده الله معرفی بکنه؟ زمان یک کسی برچفک استاد میشه، استاد داخل بشه در صنف، شاگردا برای تعظیمش استاد میشه. چرا استاد میشه؟ و او مردکه سر امی استاد شدن بسیار خوشحال میشه. چرا؟ اگر امی استاد شدن ترک بکنه بسیار قارش میه. همون شاگردی که استاد نشده رو دستی از صنف میکشه، لط میکنه، چی میکنه؟ تهدید میکنه. عبادت چی را میگه؟ این عبادت است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز خودش چون پایش درد میکرد نشسته نماز میکرد، پشت سرش صحابه استاد بودن، در عین نماز اشاره میکنه که بشین. زمانی که نماز ختم میشه و صحابه میفرمه پیغمبر علیه السلام که مرا به مثل اعاجم وار پاچای عجما لشکر خود همینطور استاده میکنه برای تعظیم، مرا معبود قرار داده بودی؟ شما اراده داشتی که مرا تعظیم بکنی مثل که مردم عجم پاچای خود تعظیم میکنه؟ صحابه خود پیغمبر را تعظیم نمیکنه. صحابه خود فقط برای الله قیام فریضه نماز بود، این را انجام میداد. گاهی در ذهنش نآمده بود که ما رسول الله را تعظیم میکنیم در اینجا، لیکن شکلی کی بود؟ امو که در عجم صورت میگیره که پاچا نشسته میباشه، دیگه مردم همینطور استاده. پیغمبر علیه السلام همین عمل من میکنه. عجیب است. امروز بعضی مردم میگن نه انما الاعمال بالنیات، ما به این نیت استاد نمیشیم برای قماندان، برای پاچا، برای امیر، برای استاد که ما عبادت از زیرا میکنیم. نه شکلی از زیرا میکنیم، یعنی عبادت از شکلش انجام میدی. میگه ما خود خم میکنیم، برای عدد خم میکنیم. پیر و استاد که دستش میگیره بوسه میکنن، میگه ما با انما الاعمال بالنیات. نه، پیغمبر علیه السلام و صحابه را منع کرد از استاد شدن و نیت تعظیم پیغمبر را نکرده بود. اگر تو نمیکنی شکلش همون شکل جور میشه. او ما خود صراحتا مردم ها را میبینیم که در پای پیر صاحب چی میکنه؟ سجده میکنه. که رسول الله صلی الله علیه و سلم با وصفه که در بین مخلوقات اعلی ترین مقام و منزلت داره اما معبود نیست، کسی را دعوت به عبادت خود نکرده. انس رضی الله عنه میفرماید که ما برش نمیخستیم. با وصفی که عظمت و بزرگی پیغمبر به الله قسم هیچ کسی هم بزرگ در انسانان از پیغمبر که برای ما پیش ما نبود، نه پدر نه مادر نه هیچ کسی، اما ما نمیخستیم. چرا؟ به خاطر که پیغمبر علیه السلام بد میدانست. پیغمبر علیه السلام این عمل بد میدانست. وقتی رسول الله قابل این گپ نیست و او بد میدانه، امروز ما چه قسم برای خود حق میدیم که مردم برای ما قیام کنه، مردم برای ما رکوع کنه، مردم برای ما سجده بکنه، مردم از ما ترس داشته باشه، مردم با ما امید داشته باشه، مردم جلب نفع را برای ما اعتقاد داشته باشه و دفع ضرر را. امروز ببینید شب چی را میگن؟ ملت در کدام حالت قرار داره؟ امیالی چقدر مردم هست که امید نفع را از کی داره و دفع ضرر از کی داره؟ شما باور به الله بکنی، الله رحم بکنه. یک دو کارگر ما در ارزان قیمت شاندم شد، دلیلم برش گفتم بعد از اون در گردنش که کدام تار و تاویز بود، گفتم امیر دور که امیالی من اعلام میکنم در این چیزی نیست، اما آماده نشد که امیر اسو کنه. چرا؟ به خاطری که به عقیده و باورش امی بود که اگر از گردن امیر دور کنم ضرر برام میرسد. اینطور حالت است. این ملت است، این مردم تباه شده، برباد شده، دین برشان تشریح نشده.